یک تعداد مریضا را دکترها به خاطر زردی سیاه و سفید روان میکنه، به خاطر چربی جگر روان میکنه اینجا. کاروبار چطور است؟ میشه شکرش، چیزی که رزق روزی الله و الله کده باشه اونمون میگیریم، نه زیاد میشه نه کم. سلام افغانستان، امیدوار هستم در هر کجایی که هستین جور و صحتمند و سریحال باشید. خوش آمدین به کانال دورمن تیوی. من غلام سخی مرادی هستم، از چینل یوتیوب دورمن تیوی بیننده هستید. دوستان عزیز، امروز ما در کجا هستیم؟ طرف آفتاب روضه مبارک. این طرفی که دوستان عزیز میبین طرف جاده مسعود، طرف چوک مخابرات یا طرف چوک لیلامی است و او قسمت هم دوستان عزیز دیگه طرف محبس میره، طرف شاروالی است. دوستان عزیز دیگه شما این طرف اصل گزارش ما کسایی که اینجا نیشکر میفروشن و آبی انار است، کسایی که اینجا مصروف کار و بار است ازشان میپرسیم. بیاین. سلام. و علیکم سلام. خوب هستین؟ شکر است به فضل خدا. میشه خود به بیننده های عزیز یک معرفی کنین؟ بله، به اسم جمعدین یکتن از شرمنده مزار شریف هستم. اسم مبارکتان؟ جمعدین عزیز، چه کار بار میکنین؟ اصلا همینجا کراچیوانی میگن، نیشکر فروشی میگن. شکر است. نیشکر فروشی. چند سال است که شغل مبارک شما پیش میبرید؟ این شغل ما 4 سال 5 سال میشه. 4 سال 5 سال. بله. چطور است کار و بار عوام دیگه رو به زمستان است کار و بار چطور است؟ میشه شکر است، چیزی که رزق روزی الله و الله کده باشه اونمون میگیریم، نه زیاد میشه نه کم. نیشکر از کجا میاین؟ ما نیشکر و گوره اونجا ماندگی است، اردویش از جلال آباد میاریم. از جلال آباد؟ از خودی وطن است نه؟ بله، فعلا از وطن است. چی مفید است؟ یک تعداد مریضا را دکترها به خاطر زردی سیاه و سفید روان میکنه، به خاطر چربی جگر روان میکنه اینجا. و باز هم کل اون چیز در برنامه گوگل هست که کسی بزنه بند نیشکر از اونجا معلوماتش میتونه بگیره. آب نیشکرتون دیگه خالص است؟ بله. گلاسی چند است یا؟ گلاس 20 روپیه. فعلا مشتری تان هم است نیست؟ نه، گلاس جور کردیم محل اونجا هستن. دوستان عزیز دیگه ای هم ساخت نیشکر دیاقین مردم افغانستان میکاره که از ولایت جلال آباد میآید و این بسیار مفید است. هم کسایی که دهقانکار است، کسایی که از جلال آباد به اینجا وارد میکنن و کسایی که میفروشن و کسایی که هم نوشیجان میکنن دیگه بسیار مفید است. از نوشابه های گازدار که 100 درجه یا مفید است دیگه. خودی کسایی که گفت که بسیار در امراض زردی سیاه و زردی سفید و چربی جگر هم یا خیلی مفید است. گلاسی چند است یا؟ این گلاس 20 روپیه. 20 روپیه. چند نوع نیشکر دارید؟ نیشکر یک نوع است، دو نوع است، یکیش سبز است یکیش سفید. دیگه کدام اون چی نیست، از همینجا یک لیمون بگیرید. بخیر باشین. دوستان عزیز دیگه ما گزارش داشتیم از کسایی که اینجا نیشکر میفروخت و دیگه همراهشان مصاحبه داشتیم. هم شما و این هم گزارش.